اراذلوباش تو خونه دست منو از قبل از شلیک خونده بودن و از پشت در کشیده بودن کنار و رفته بودن سمت پنجره ها جاگیری کرده بودن و دقیقاً از پنجره سمت چپ در یه نارنجک افتاد رو موزاییک های ایوون و تلق تلوق شروع کرد به صدا کردن. جفت چشام روی نارنجک قفل شده بود و دقیق تمام حرکات و چرخش‌ها و مسیر حرکتش رو دنبال می‌کرد. تو حاشیه این تصویر عباسم می‌دیدم که عین لاک پشتی که دمر افتاده داره دست و پا میزنه و سعی میکنه خودش رو از این مرگ حتمی نجات بده. فرصت فکر کردن و تصمیم گرفتن نبود. با تمام قدرتم شوتش کردم به سمت حیاط. فشار و اضطراب حاصل از افتادن نارنجک چند تا اتفاق و همزمان رقم زد. عباس چنان خودش رو کوبید به این طرف اون طرف و با پای چپش آنچنان ضربات سنگینی به چارچوب در وارد کرد که تونست پاشو از تو در بکشه بیرون. مچ پاشو خورده چوبا پاره کردن و از همون لحظه خونریزی پا شروع شد. در حدی نبود که خطرناک باشه ولی کم هم نبود و معلوم بود اون قدری درد داره که صدای عباس رو در بیاره. درد تا مغز سرم رفت و پام چنان تیری کشید که من همون زمان با شوت کردن هوارم میکشیدم. چند ساعت بعد و با معاینه و عکس رادیولوژی معلوم شد که شوت کردن نارنجک با کتونی چینی کاملا پارچه‌ای کار بسیار غلطیه و منجر به شکستن 3 تا از انگشتای پام میشه. ترکیب جالبی شده بود. ما دوتا یعنی اصغر و عباس گیر افتاده بودیم. از نظر عددی کم بودیم و فاصله خیلی کمی هم با دشمن داشتیم. هر دو هم از ناحیه پا ناکار شده بودیم و تقریبا همون اندک بختی که برای دویدن سریع و طی کردن طول حیات و فرار به داخل خیابون داشتیم هم از دست داده بودیم. دیگه راه رفتن عادی هم دردسر جدی بود. دویدن که عملا غیر ممکن بود. و اتفاق آخر یا اگر دقیق تر بخوایم بگیم یکی مونده به آخر نارنجک بود. نارنجکه یه دونه از سری F1 ساخت شوروی بود که از روی ریخت و قیافش که داشتم نگاش میکردم اوضاع احوال خوبی هم نداشت. معلوم بود که از زمان اشغال ایران توسط متفقین به جا مونده و یه طوری زنگ زده بود که من در لحظات پیش از شوت زدن داشتم به خودم امیدواری میدادم که این عمل نمیکنه، ولی وقتی به این نتیجه رسیدم که روی این احتمال هر قدر هم که دلنشین باشه نمیشه حساب چندانی کرد، شوت زدن رو انتخاب کردم. خلاصه نارنجک زنگ زده از روی ایوون خونه بلند شد و رفت به سمت باغچه. من جهت شوت زدنم همین بود که بره بیفته وسط حیاط و تو باغچه. هم باید از خودمون تا جایی که میشد دورش میکردم و هم نمیتونستم پرتش کنم تو کوچه، چرا که مطمئن بودم برای بچهای خودمون اطراف خونه مستقر شدن و اونجا رو اصطلاحاً محاصره کردن و ممکنه با این کار از خودی‌ها تلفات بگیرم. همین شد که فکر کردم وسط حیاط یعنی جایی دقیقاً بین ما و اونا بهترین جاست. برنامه‌م هم همین بود که نارنجک رو تا وسط باغچه و پای درخت خرمالوی قشنگی که اونجا قرار داشت برسونم. اما خب ترسیده بودم و هول کرده بودم و یه مقدار زیادی محکم شوت کردم. جهت و نشونگیری نارنجک بسیار دقیق و صحیح انجام شده بود، صرفا قدرتش یه مقدار زیاد بود که هم انگشتامو شکست که عرض کردم خدمتتون و هم باعث شد نارنجک با قدرت زیادی بخوره به تنه درخت خرمالو، کمونه کنه به سمت راست و صاف بره تو سگدونی که به ظاهر چوبی و خیلی قشنگ ساخته شده بود و اون گوشه قرار داشت. بعدم در کمتر از 1 ثانیه از ورودش به سگدونی صداش در اومد. بوم 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 بوم. اون بنایی که اینو ساخته بود ناموسن آدم حلال خوری بود. یعنی سگدونی آخ نگفت، نه سقفش پریده، دیوارش ریخت، هیچی. همین شد که تمام قدرت انفجار اون نارنجک F1 ساخت شوروی از همون دری که رفته بود تو زد بیرون که از قضا نه رو به ما بود نه رو به رفیقامون. هرچی هم تو سگدونی بود با خودش ریخت بیرون. البته بعد از اینکه هرچی توش بود و حسابی با هم قاطی کرد. کاه و پوشالی که توش بود که زبون بسته بتونه روش استراحت کنه با دل و روده آدم، با مدفوع و ظرف غذای سگ با لنگ کفش اون مردک رزل به آنی و شاید کمتر از آنی از دهنه ورودی لونه ریخت بیرون و با چنان قدرتی کوبیده شد به دیوار مقابل که دیگه در همین حدم قابل تشخیص نبودن و کلا با هم مخلوط شدن. عباس هر میخندید و منم هاج و واج داشتم به گندی که زده بودم نگاه میکردم، در حالی که انگشتای پام تا مغز سرم تیر میکشید و ناله میکردم که آقا عجب گندی زدم. هرچند با عباس نبودم ولی اون جواب داد خیلی باحال بود اصغر. عباس خودشو کشید زیر پنجره و نشست و تکی داد به دیوار و رو به من گفت اصغر بخواب. عباس اصلا منتظر نشد ببینه من میخوابم یا نه، یه نارنجک انداخت تو، درست از همون پنجره‌ای که این قبلیه اومده بود بیرون. من که دیدمش سری خیز رفتم باز با درد انگشتای پام ناله کردم. 1 2 3 بوم.
البته صداش با صدای انفجار تو سگدونی مقدار فرق داشت. کلی لوازم خونه رو داغون کرد و صدای یه عالمه شیشه که شکسته شده بودن بلند شد. عباس داد زد چیزی که عوض داره گره نداره، یا تسلیم میشید یا همتون رو نارنجکی میکنم. بعد منو نگاه کرد که داشتم بر نگاش میکردم. خودم بگم الان ما اینجا مجروح و بیکمک موندیم، تو داری کری میخونی برای اینا؟ که خودش جواب داد اصغر داداش من دارم کلوف میام براشون بر که خوف کنن از یه طرف دیگه در برن. میرزایی که صدای انفجار دومو شنیده بود و دیده بود ما نارنجک انداختیم، راه افتاد که تور حیاتو بیاد به ما کمک کنه. با سرعت دوید خودشو رسوند به پله‌های پای ایوون. اونا هم دیدنش شروع کردن تیراندازی، مجبور شد رو همون پله‌ها خیس بره. عباس سرشون داد کشید. البته که محاسبه و برداشت و تهدید بسیار غلطی بود. ثابتی و دار و دستش اصلا آدمای بی تجربه و خنگ و تعطیلی نبودن. دقیقاً میدونستن با چی و کی طرفن و کاملاً برخلاف انتظار به اوضاع مسلط بودن. من کف ایوون دمر خوابیده بودم و عباس زیر پنجره تکی داده بود به دیوار خونه و پاهاشم دراز کرده بود. من اسلحه رو گرفتم سمت سوراخی که توی در با لگد عباس درست شده بود، ولی کسی رو نمیدیدم که بزنم. میرزایی خودش رو رسوند به در و شروع کرد به رگبار بستن. خشاب اول تموم شد، دستشو برد خشاب عوض کنه که کاری از 57 هرتز.